5 چیز عجیبی که فقط در دبی میبینید. جالبه بدونید که در دبی تو دستگاه‌های خودپرداز طلا وجود داره که مثل گرفتن پول نقد میتونید ازشون شمش طلا بگیرید. کلاً توی دبی بیشتر از هر چیزی طلا میبینید. دبی از نظر لاکچری بودن رتبه 1 دنیا رو داره، جوری که حتی پلیساشون بهترین و گرونترین ماشین‌های دنیا مثل بوگاتی رو سوار میشن. تو دبی حیوان خونگی هاشونم شیر و ببره، جوری که توی خیابون رد میشی میبینی یه پلنگ واسه خودش لم داده که البته کار به شدت اشتباهیه و زیر پا گذاشتن حقوق این حیواناته. بلندترین برج جهان همون برج خلیفه است که ساکنانش برای افطار کردن باید 5 تا 6 دقیقه صبر کنن، چون بالای برج دیرتر از پایین برج تایم افطار میشه. حالا از همه اینها که بگذریم، جالبتر از همه برج العربه که